ما با شما فخر بکنیم. کنجکین نه، جهان شما دوست می‌دارد، تاجیکستان نه، روی زمین شما دوست می‌دارد. وقتی که در سازمان ملل برآمد میکنید آدم‌ها جانشان نثار میکنند که انا یک آدمی خوش‌روترین برآمدی کی باشد. بعد میگه آیه آخه امام علی رحمانی بزرگ تاجیکا فخر کند که شما دارد. تاجیکا جانش فدا کند در شما. جان ما در شما فدا میکنیم. شاگرد ترکو خدمت‌های سالهای طولانی کردی. ما بکن حالی هم جوان هستیم، قوت داریم. وقت تیز میگذرد. مکتب افتاد داشته باشی. ما ملت فرهنگی هستیم. ما ملت تمدن آفر هستیم، تمدن ساز هستیم. میشناسم. امروز اعتراف میکنند، اعتراف کنند. در کل دنیا 15 تا پیشنهاد تاجیکستان از منبرهای سازمان‌های نفوذ بین‌المللی آن قبول گردید عملی شده ایستاده است. همچون تشبث تاجیکستان ما استقلالیت به چیزها به دست آوردیم. اینا همچون گهواره که چشم احیا کرده مونده کار، حفظ کرده مونده کار است. در یک جایی یک نفری در کار بود که خودش قربان میکرد و ملت رو سرجم. یک جهان تشکر. به شما سلامتی، خانه آباد، تمام خوشی های زندگی. خدای تعالی هر آرزو امیدی نکه که در دل و نیت و قلبتان هست همه را نصیب گرداند. سلامت.